ما در آبسد منطقه وقوع ترور هستیم. چند ساعتی که اینجا هستیم شنیده ها و گفته هایی از شاهدان عینی شنیدیم. در اون سمت من یک دستگاه نیسان پارک شده بود که حامل چوب بوده و در اون مواد منفجره وجود داشته، جاسازی شده بوده که منفجر میشه. بر اثر موج انفجاری که این نیسان داشته کابل های فشار قوی قطع میشه و اگر همکار من نشون بده در اون بالا الان مامورین برق در حال بازسازی هستن. ترانس برق از اون بالا به پایین میفته. در این سمت جاده یک دستگاه خودرو شاسی بلند بوده که 5-6 تا مسلح وجود داشتن که این ور خیابون رو هدف قرار میدن. موج انفجار نیسان به قدری بوده که در نیسان به این سمت جاده پرتاب شده. یه چیزی حدود 200-300 متر به این ور جاده پرتاب شده. بر اساس منابع خبری که هنوز تایید نشده یک نفر از تروریست ها بازداشت شده و تحقیقات و بررسی همچنان ادامه داره. فلاحتکار خبرگزاری صدا و سیما آبسد.